احیای تالاب بامدژ در استان خوزستان در حال اجراست. به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست، این طرح با هدف بازگشت آب به 4000 هکتار از اراضی تالاب اجرا می شود و تاکنون 60% آن تکمیل شده است. حتی تو خواب می بینم با قایق سوار میشه و ماهی میگیره. الحمدلله انشالله برمیگرده. عبدالزهرا از خوابی میگوید که روزگاری رویا نبود. خوزستان، جلگه‌ای به وسعت یک استان که مساحت تالاب‌هایش بیش از 500,000 هکتار است. اینجا تالاب بامدژه با 8500 هکتار مساحت که در حال حاضر بیش از 90% اون به بیابان تبدیل شده و در فصل تابستان و گرما به مرکز گرد و غبار تبدیل میشه. نقطه این تالاب قرار داره که سیلاب‌های و طغیان